سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به اتهام اخیر پاکستان. وزارت دفاع گفته است که پاکستان ضعف‌های امنیتی خود را به گردن دیگران می‌اندازد. عاملش افغانستان و هندوستان است، به خاطر اینکه پاکستان با هر دو کشور دشمنی دارند. باقی ماندن تنها 2 زندانی امریکا در افغانستان. ذبیح الله مجاهد پیشتر گفته بود مذاکرات با امریکا در مورد مبادله زندانیان ادامه دارد. بررسی بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اقامت توسط اتحادیه اروپا. آگاهان امور مهاجرت این اقدام را خلاف تمام قوانین و پرنسیپ‌های جهانی می‌دانند. افرادی هم که اینها حق اقامت در اروپا ندارند، اینها را به نحوی به افغانستان منتقل بکنند. و هشدار ترامپ از عواقب شکست مذاکرات با ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید عدم توافق تهران پیامدهای شدید خواهد داشت. اگر ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، عواقب بسیار ناگواری در انتظارش خواهد بود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 17 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 7 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبر. امارت اسلامی به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد دست داشتن افغانستان و هند در حمله انتحاری اخیر به یکی از مساجد شیعیان در اسلام آباد واکنش نشان داد. وزارت دفاع امارت اسلامی این اتهام‌ها را بی‌اساس و عجولانه دانست و تاکید کرد که مقام‌های پاکستانی نمی‌توانند با این ادعاها ضعف‌های امنیتی خود را پنهان کنند. گزارش از نستر امیری. در پی حمله انتحاری اخیر به یکی از مساجد شیعیان در اسلام آباد، مقامات پاکستانی امارت اسلامی و هند را به دست داشتن به این حمله متهم کرد، اما وزارت دفاع امارت اسلامی این اتهامات را بی‌اساس و عجولانه خواند و تاکید کرد که پاکستان نمیتواند با این ادعاها ضعف‌های امنیتی خود را پنهان کند. از سوی دیگر وزارت خارجه هند نیز این ادعاها را نادرست خوانده و تاکید کرد که پاکستان به جای متهم کردن دیگران باید به مشکلات داخلی و اجتماعی خود رسیدگی کند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. حکومت افغانستان با ارزش‌های اسلامی متحد است و هرگز کشتن و آزار افراد بیگناه را برای اهداف سیاسی جایز نمی‌داند. تأسف آور است که پاکستان به جای رسیدگی جدی به مشکلات داخلی و اجتماعی خود دیگران را مقصر می‌داند. هند هر گونه اتهام علیه خود را رد می‌کند و تاکید دارد که این اتهامات هم بی‌پایه و هم بی‌معنی هستند. در پی حمله انتحاری روز جمعه به مسجد شیعیان در اسلام آباد، شمار از کشورها و نهادهای بین المللی این رویداد را به شدت محکوم کردند. افغانستان، ایران، هند، قطر، امریکا، بریتانیا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، استرالیا، آلمان و چین در بیانیه‌های جداگانه این حمله را هراس‌افکنانه، وحشیانه و غیر قابل قبول خواندند. انفجاری که در پاکستان صورت گرفته، عامل از انفجار خود پاکستان است، به خاطر از اینکه پاکستان بزرگترین بازیگر تروریسم است و این که بالای افغانستان و بالای هند تهمت میکنه که عاملش افغانستان و هندوستان است. این به خاطر از اینکه پاکستان با هر دو کشور دشمنی دارند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با نکوهش این رویداد تاکید کرد که حمله به نمازگزاران و مراکز دینی نقض آشکار اصول انسانی است. من حمله به نمازگزاران مسجد در اسلام آباد پاکستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می کنم. حملات بر غیر نظامیان و اماکن عبادت غیر قابل قبول است و مسئولان این حمله باید شناسایی و به عدالت سپرده شوند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که هر گونه خشونت علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی را محکوم می کند. آگاهان مسائل سیاسی نیز معتقدند که اتهامات مکرر پاکستان علیه افغانستان وسیله‌ای برای مدیریت مشکلات داخلی آن کشور است. پاکستان همیشه تلاش کرده تا افغانستان را به عنوان عمق استراتژیک خود حفظ بکند. هرگاه افغانستان مسیر مستقلانه در پیش بگیرد و یا هم ناامنی در داخل
پاکستان افزایش پیدا بکند، پاکستان با اتهامزنی درگیری‌های مرزی یا اعمال فشار پاسخ می‌دهد. گفتنی است که اسلام آباد روز گذشته بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعی آن بود که بیش از 30 تن کشته و حدود 170 تن دیگر زخمی شدند. داعش نیز با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان در یک گفتگوی تازه گفته است که تنها 2 شهروند امریکایی در بند امارت اسلامی قرار دارند. این در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که مذاکرات با طرف امریکایی در مورد مبادله زندانیان ادامه دارد، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. رسانه‌های اروپایی گزارش دادند که اتحادیه اروپا روی طرح‌هایی کار می‌کند تا شماری از مهاجران افغان را که در اروپا حق قانونی اقامت ندارند به افغانستان بازگرداند. گزارش از اناهیتا اندر. وضعیت مهاجران افغان در اروپا که همواره با چالش‌های حقوقی و اقامتی روبرو است، تازه رسانه‌های اروپایی گزارش دادند که اتحادیه اروپا روی طرحی کار می‌کند که شمار از مهاجران افغان را که در اروپا حق قانونی اقامت ندارند به افغانستان بازگردانند. بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های بروکسل برای سنجش امکان عملی این روند تماس‌های تکنیکی را با کابل آغاز کردند. در همین راستا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که این روند با نگرانی‌های حقوقی و اخلاقی همراه است. حزب‌های حاکم در اروپا است که اینها بیشتر پافشاری میکنند به مسائل اخراج مهاجرین که اینها میخواهند به نحوی با امارت اسلامی افغانستان ارتباط برقرار بکنند و افرادی هم که در این اواخر مرتکب جرم و جنایت شدند و افرادی هم که اینها حق اقامت در اروپا ندارند اینها رو به نحوی به افغانستان منتقل بکنند. با این حال، نهادهای بین المللی در ادامه مهاجر ستیزی در پاکستان همچنان با نگرانی از وضعیت مهاجران در یک گزارش مشترک گفتند که تنها در یک ماه سال جاری حدود 7000 افغان در پاکستان بازداشت شدند. در این گزارش آمده است که در همین مدت بیش از 77000 شهروند افغان به افغانستان بازگشتند. ملل متحد هم همکاری هایی که باید با افغانستان با مهاجرین افغان در افغانستان باید انجام بده، اونا هم شانه خالی میکنن. به نظر من مهاجرین افغان در این زمستان سرد با مشکلات حادی روبرو هستند. ایجاب میکنه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مطابق اصول و قوانین مهاجرت جهانی با در نظر داشت حفظ زندگی هزاران نفر در مورد مهاجرین افغانستان اقدام کنند. بر بنیاد گزارش‌های اتحادیه اروپا بین سالهای 2013 تا 2024 حدود 1 میلیون درخواست پناهندگی از سوی افغان‌ها ثبت شده که تنها نیمه از آنها پذیرفته شده است. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دور اول مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در عمان را بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ در عین حال هشدار داد که اگر ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، عواقب بسیار ناگوار در انتظارش خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات گفت که شروع خوبی بود. پس از برگزاری دور اول مذاکرات غیر مستقیم میان ایالات متحده و ایران در مسقط پایتخت عمان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این دور مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که قرار است مذاکرات بیشتری با ایران برگزار شود و تهران مایل است کارهای بیشتری نسبت به مذاکرات قبلی انجام دهد. رئیس جمهور آمریکا همزمان هشدار داد که اگر ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، عواقب بسیار ناگوار در انتظارش خواهد بود. مذاکرات بسیار خوبی با ایران داشتیم. آنها واقعا خواهان دستیابی به توافق هستند. قرار است مذاکرات بیشتری برگزار شود. به نظر می رسد ایران می خواهد خیلی جدی به توافق برسد. باید همین کار را کنند. اگر ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، عواقب بسیار ناگوار در انتظارش خواهد بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رهبر هیئت مذاکره کننده پس از پایان دور نخست مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن گفت که شروع خوبی بود، اما به گفته او بی‌اعتمادی چالش سنگین بر سر راه مذاکرات است. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی‌های قبلی، خب یک چالش سنگین بر سر راه مذاکرات است
و ما اول باید بر این فضای بی‌اعتمادی غالب بشیم. مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا با استقبال سازمان ملل متحد نیز همراه شده است. سخنگوی دبیرکل این سازمان ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از بحران گسترده‌تر کمک کند. اما شماری از آگاهان سیاسی میگویند که امریکا برای به دست آوردن منافع خود در کنار مذاکره از سیاست فشار اقتصادی و سیاسی نیز کار میگیرد. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. ای که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باز دوباره ایران را تهدید کرده و گفته این نشست ها خوب بوده، اگر خواسته های ما را قبول نکنند با مشکلات جدی مواجه میشه، برمیگرده به تعریف منافعشان در بعد اقتصادی سیاسی. این در حالی است که ایالات متحده پس از پایان مذاکرات با ایران در عمان تحریم‌های جدیدی علیه نفت ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل 15 نهاد، 2 فرد و 14 کشتی مرتبط با تجارت نفت ایران است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حد اکثری و با هدف کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران انجام شده است. شماری از آگاهان سیاسی در امارات متحده عربی برای ساخت مجتمع اسکان فلسطینی ها در رفح را عملی نمی‌دانند. آگاهان میگویند که فلسطینی ها حاضر نخواهند شد که در منطقه تحت کنترل اسرائیل مسکن گزین شوند. امارات متحده عربی طرح‌های را برای ساخت مجتمع برای اسکان هزاران فلسطینی آواره در بخشی از جنوب غزه تهیه کرده که تحت کنترل نظامی اسرائیل قرار دارد. رویترز گزارش داده که بر اساس این طرح مجتمع مسکونی موقت امارات متحده عربی در نزدیکی رفح که اکنون تقریباً به طور کامل توسط نیروهای اسرائیلی تخریب و خالی از سکنه شده است ساخته خواهد شد. مقام‌های آمریکایی ابراز امیدواری کردند که ساخت مسکن در مناطق تحت کنترل اسرائیل بتواند حرکت به سمت خلع سلاح حماس ایجاد و ساکنان غزه را به ترک مناطق تحت کنترل حماس تشویق کند. اما کنت کاتزمن متخصص خاور میانه در مرکز سوفان گفت که مجتمع مسکونی امارات متحده به عنوان راهی برای خفه کردن تدریجی حماس طراحی شده است، اما برای اینکه مؤثر باشد باید در مقیاسی وسیع ساخته شود و صدها هزار فلسطینی را در خود جا دهد. تنها چند پروژه مسکن نمیتواند حماس را شکست دهد. برای تاثیرگذاری باید کارهای زیاده انجام دهید. آگاهان میگویند که با توجه به ترکیب جمعیتی در نوار غزه، همچنان با توجه به جنگ 2 ساله و کوچ این افراد از نسل کشی اسرائیل در این بارکه، این طرح عملی نیست و نمیتواند معضله را حل کند. هر طرح تحمیلی برای علیه فلسطینیان بدون رضایت اونها، چه در بخش اسکان باشد یا غیر اسکان، طرح آمریکایی و اسرائیلی هست و یقینا مورد قبول فلسطینیان نخواهد بود. چنین طرحهایی هم که ارائه میشد کاملا در خدمت دشمن تروریستی اسرائیل و محور غرب است و این چنین طرحها نمیتواند یک طرح مؤثر باشه که معضل فلسطین را حل سازد. آگاهان همچنان باور دارند که این طرح خطر تقسیم دائمی غزه را به همراه دارد. همکنون ارتش اسرائیل حدود 53% از غزه از جمله جنوبی ترین منطقه آن را که شامل شهر ویران شده رفح می شود کنترل می کند. حماس بقیه قلمرو را کنترل می کند، جایی که تقریباً 2 میلیون فلسطینی غزه در اردوگاه‌ها و خیمه‌های شلوغ و در میان آوار محله‌های ویران شده زندگی می‌کنند. هرچند مقامات آمریکایی گفتند که امارات متحده عربی در حال هماهنگی طرح مسکن خود با واشنگتن، هیئت صلح غزه و کمیته فلسطینی است، اما اکسیوس گزارش داده که ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست رهبران شورای صلح غزه در 31 ماه روان خورشیدی به میزبانی کاخ سفید است. اکسیوس نوشته که این نشست که نخستین دیدار رسمی شورای صلح غزه است، شامل کنفرانسی از اهدا کنندگان کمک برای بازسازی غزه نیز می شود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.